جناب وزیر صاحب محترم، مردم شهر کابل حمایت خود را از امارت اسلامی در حلال امارت اسلامی که کامیاب شده اعلان کرده و بیعت با امیرالمومنین حفظه‌الله کرده است. باز هم تکرار میکنیم، از امارت اسلامی بیعت کردیم، حمایت کردیم. صدایتان نبکشین برادران. وکلای گذر مردم شهر کابل همیشه دست به دعا بودند که خداوند متعال یک روزی را بیاره که امنیت باشه. هیچ وقت مردم شهر کابل ناشکری نمیکنه. همیشه از امارت اسلامی حمایت خود اعلان کرده و شکرانگی خدا را به جای میکنه. وکلای گذر همیشه 24 ساعت جناب وزیر صاحب محترم مامورین دولت از ساعت 8:30 تا 3:30 یا 4 میره، مگر وکلای گذر در خدمت مردم خود و نیروهای امارت اسلامی خود، اگر حوزه پلیس است، استخبارات است، 24 ساعت جناب وزیر صاحب محترم در خدمت هستند. او خداوند متعال از خداوند متعال عزیز میخواهیم بدون کدام امتیاز، بدون کدام معاش.